اگر به شما بگویم یک عادت ساده می تواند انرژیتان را چند برابر کند، چربیسوزی را افزایش دهد و حتی عملکردتان را در ورزش بهتر کند، آیا باور میکنید؟ اما مشکل اینجاست اکثر ما اشتباه آب می نوشیم. بدن ما بیش از 60% آب است. هر سلول یا حجره، هر فکر، هر حرکت به آب وابسته است. در این ویدیو یاد میگیرید چه مقدار آب بنوشید، بهترین زمانهای نوشیدن، مهمتر از همه چه زمان آب ننوشید. فرمول ساده: روزانه از 30 الی 35 میلی لیتر در بدل هر کیلوگرم وزن بدنتان آب بنوشید. مثلا اگر 70 کیلو وزن دارید، حدود 2 تا 2.5 لیتر آب بنوشید. در گرما و ورزش نیاز آب بیشتر است، اما در موقع کم تحرکی نیاز به آب کمتر. فواید آب: افزایش انرژی، بهبود تمرکز، سمزدایی، شفاف شدن پوست و کمک به کاهش وزن. کم آبی یعنی خستگی، سردرد و کاهش عملکرد. بعد از خواب بدن شما کم آب است. 15 الی 30 دقیقه قبل از صبحانه 1 تا 2 لیوان آب گرم ناشتا متابولیسم را فعال می کند، سیستم هاضمه را بیدار می کند و ذهن را شفاف می کند. 30 دقیقه قبل از غذا آب بنوش برای کاهش اشتهای کاذب و کمک به هضم. اما آب زیاد هنگام غذا هضم را ضعیف می کند. قبل از خواب نیم تا 1 لیوان آب کمک میکند تا از کم آبی شبانه بدنتان جلوگیری شود، اما زیاد نوشیدن باعث اختلال در خواب شبانه می شود. 10 تا 15 دقیقه قبل از حمام گرم 1 لیوان آب برای جلوگیری از افت فشار و جلوگیری از سرگیجه. اما یکی از مهمترین زمانهای آب نوشیدن موقع ورزش است. اگر آب کافی ننوشید زود خسته می شوید، عملکردتان افت می کند، حتی ممکن است دچار سرگیجه شوید. قبل از ورزش 1 لیوان آب حدود 20 الی 30 دقیقه قبل بنوش. حین ورزش در هر 15 الی 20 دقیقه چند جرعه آب و بعد از ورزش برای جبران تعریق حدود 1 الی 2 لیوان آب. نکته مهم این که در تمرینات سنگین تنها آب کافی نیست، الکترولیت ها هم مهم هستند. اشتباهات خطرناک: نوشیدن آب فقط وقتی تشنه هستید، نوشیدن آب خیلی سرد، نوشیدن حجم زیاد یکباره و جایگزین کردن نوشابه به جای آب. اگر این اصول ساده را رعایت کنید زندگیتان تغییر می کند. صبح ناشتا، قبل از غذا، موقع ورزش و با تعادل در شب. لایک کنید، نظر بدهید و برای سلامتی بهترتان سابسکرایب کنید.